رأی مردم این مال مردم است. اگر دزدی میکند ضررش به یک خانواده میرسد، به دو خانواده میرسد. ولی کسی که به رأی مردم خیانت میکند ضررش به آینده ملت و به آینده کشور میرسد. عزیزان، خواهش میکنم به این مردم حق دهید که آینده خودش انتخاب کند. حق دهید. این کار دیگه امکان ندارد دوام دهد. دزدی مردم، دزدی رأی مردم، چپاول و دروغ نباید دوام کند. همین انتخابات خیلی میگذرد، در کجا میگذرد، خیلی میگذرد؟ بهترین سوال، یک اولین سوال واقعا سیاسی و درخور مردم بود. انتخابات خیلی میگذرد. انتخابات به طور پنهانی میگذرد. انتخابات هایی که ما در قانون داریم به طور پنهانی. یعنی چی است؟ یک کمیسیون انتخاباتی هست که از همین معلم‌ها، جماعتی ها و کسایی که واقعا هم به همین ملت خیانت میکنن همونا در اونجا شیشتگن و اونا حساب کتاب میکنن. بعد پگش میبرن میگن که 90% فلان گرفت، 10% من این 10 کسی دیگر. همین خیلی انتخابات ما طول 30 سال متاسفانه داشتیم و بازم میخوان 30 سال دیگه با همین خیلی انتخابات داشته باشیم. باید که جانب حکومت برنامه را در دست داشته باشد که مهاجرات در اون فعالانه شرکت کنند. یعنی از تمام مناطق روسیه فعالای مهاجرین باید بروند و در انتخابات ها شرکت کنند. این است معنای شرکت مهاجرات در انتخابات. معنا همین است عزیزای دل که ما یا نفرای انتخاب میکنیم که خدا شاهد است از اصلا درک ندارن که مردن و نزد خدا رفتن چیست و شاید هم باور به همون خدا نداشته باشن. چون که اگر باور داشته باشن، من بازم تاکید میکنم رأی مردم این مال مردم است. اگر دزدی میکند ضررش به یک خانواده میرسد، به دو خانواده میرسد. ولی کسی که به رأی مردم خیانت میکند ضررش به آینده ملت و به آینده کشور میرسد. عزیزا، بنابر همین من از معلم های مهربان محترم و از کارمندای جماعت که در همون کمیسیون حوزه انتخاباتی میشینند خواهش میکنم خدا را به یاد بیارید. خواهش میکنم به این مردم حق دهید که آینده خودش انتخاب کند. حق دهید. این کار دیگه امکان ندارد دوام دهد. دزدی مردم، دزدی رأی مردم، چپاول و دروغ نباید دوام کند. خب این 2 میلیون آدم حق دارند. حق و حقشون کتمان نکنید، پایمال نکنید. من میدونم شما منفعت دارید. من میدونم بعد از انتخابات ها شما معاش میگیرید، نمیدونم کیمچی پولی میگیرید. من میدونم. ولی بانید که انا همون کیمچی پولی شما را ملت خودش دهد، خدا خودش بها دهد. عزیزای دل، چپاول نکنید، برای مردم خیانت نکنید. ببینید وقتی که درباره انتخابات و نامزدای انتخاباتی در مجلس صحبت می شود و وقتی من میگویم که از 2 میلیون انتخاب کننده یعنی مهاجرا هیچ کس نمیشناسد نماینده ها را، این چی معنا دارد؟ شما یک بار ببینید که همون نماینده ها باره با روسیه سفر کردن، باره با مهاجرا صحبت کردن. ما خیلی داد و فریاد زدیم که رئیس جمهور 5 دقیقه وقتی خود برای ما جدا کنند، ولی دیدید این کار انجام نگرفت. و نامزدها هم که خودشون آری میدونن از خدمت مردم، اونا نمیان اینجا. اونا نیاز به مردم ندارن. چرا که اونا بر وقت انتخاب شده گن. صحبت ما هم همین است که عزیزای دل، چشم بیدار کنید، چشم کشاده کنید. دنیا دیگر است. دیگر باید ما و شما در این آینده خود سهیم باشیم. و درباره شرکت نماینده های انتخاباتی نیز همین گفته میتونم که 4-5 تا مسخره باز دیگر البته که با نام احزاب که اصلا هیچ کس رؤسای این حزب نمیشناسد، هیچ کس نمیشناسد، میآیند مجلس و اینا هم 1 نفر 2 نفر نماینده در مجلس دارن. عجیب است نه؟ چگونه می شود اینا آواز میگیرن، رأی مردم هم به دست میبرن، حالا که مردم اینا را نمیشناسد. ولی حزب سوسیال دموکرات که در میان مردم معروف است و رحمت الله ظاهروف که سیاستمدار شناخته است و کانستیتوسی
استقلال تاجیکستان استقلال از سال 94 رحمت الله ظاهریف نوشتگی است.